شرعی استعمال موبایل است. علمایی که ورثه الانبیا هستن اینا تحقیق میکنن و بالاخره امو وسیله جدیدی که نو پیدا میشه برای احکام شریعت اسلامی رو بیان میکنن. چرا شریعت ما و شما قرآن و سنت هیچ چیزی رو الله متعال امی قسم نگذاشته، بنابر هر وسیله که خارج میشه تحت قواعد عامه شریعت الهی داخل میشه. اولین ادب استعمال موبایل چی است؟ مراعات اقتصاد در مصرف موبایل است. یعنی انسان مسلمان، انسان دیندار این میفهمه که الله متعال در قرآن عظیم الشان میگه که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، شما در روز قیامت از نعمتهای الله پرسیده میشین. پس انسان مسلمان کوشش میکنه که در مصرف موبایل از گپ زدن زیاد، از سخنهای بیهوده، از الفاظ اضافی، از مصرف اضافی، از این گپا چیز نکنه. چرا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر احیانا در چی میه؟ در این میه که یک پولی که الله متعال مثلا بر ما و شما داده از این نعمت مثلا مصرف بیجا و اضافه شود. انه یقین داشته باشین مسلمانا که الله متعال لا يحب المسرفین. اسراف در گپ زدن بیجای میشه، اسراف مثلا در پول مصرف اضافه‌ای که میشه، در کل چیزی، در خوردن میشه، در نوشیدن میشه، در پول میشه، در سخن گفتن میشه. انسان نباید اسراف زیاده روی بکنه. و الله متعال در آیت دیگه قرآن میگه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسانی که در چیزهایی که ناروا هست مصرف میکنن بازی چی هستن؟ اینا برادرای شیطان هستن. و کان الشیطان لربه کفورا. بفهمین که شیطان بر پروردگار خود چی بود؟ ناسپاس بود. و صفت مسلمانای حقیقی رو چه قسم الله بیان میکنه؟ میگه والذین اذا انفقوا. مسلمانای واقعی چی صفت دارن؟ وقتی که مصرف میکنن لم یسرفوا ولم یقتروا. نه بسیار چی میکنن؟ اضافه خرچی میکنن، نه بسیار دست خود محکم میگیرن، یعنی بخیلی میکنن. و کان بین ذلک قواما. و در بین اردوی ازی معتدل میباشه، میانه روی را اختیار میکنن. دومی ادب از آداب موبایل چی است؟ مراعات آداب سخن است. پس وقتی که ما و شما اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، وقتی که دو نفر با هم ملاقات میکنن، به طرف راست و به طرف چپ نشسته هست، هر دوی از اینا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخنی رو نمیگه مگر این چی هست؟ بالای سر از یک مراقب هست. یک مراقب الله هست، مراقب دیگه کی هست؟ ملائکه هستن که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صحابی وقتی که در مورد زبان از پیشش پرسان کرد، برشان گفت که آیا اتنیست بسیاری مردما به خاطر زبان خود در روز قیامت در چی میرن؟ در روی خودمت بر روی افتادگی به طرف دوزخ کشانده میشه. چرا؟ الفاظ بیهوده، گپای بیهوده، مذاقهای بیهوده، ضیاع وقت خود و ضیاع وقت دیگرها هستن. اکثرا این از طریق موبایل بسیار زیاد میشه. سومی ادب موبایل چی هست؟ جلوگیری از ضیاع وقت و سخن گفتن به اندازه ضرورت. ایناله وقت خود انسان بسیار ارزش داره. شما ببینید در قرآن عظیم الشان در چندین آیت الله متعال با وقت قسمیات میکنه. والعصر وقت است، والضحا وقت است، والفجر وقت است، ولیال عشر وقت است. چرا اینقدر زیاد؟ حکمت چی هست که خالق متعال در قرآن عظیم الشان زیاد سوگند یاد میکنه به وقت؟ به خاطر ازی که ارزش وقت برای ما و شما معرفی میکنه که انسان مسلمان یک لحظه وقت خود هم بسیار با ارزش و قیمتی فکر میکنه و هیچ وقت خود و وقت دیگرها را ضیاع نمیکنه. پنجمی ادب از آداب موبایل چی است؟ احتیاط در حرج قرار دادن جانب مقابل. بسیاری وقتا یک کسی زنگ میزنه در حرج انسان قرار میده. مرا شناختی؟ نشناختی؟ خوب دقیق فکر بکن. یک ساعت از پیش تحقیق میکنه. از این خاطر حدیث در صحیحین صحیح البخاری و صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما، جابر بن عبد الله رضی الله عنهما میگه قال اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیش نبی صلی الله علیه و سلم آمدم، فدعوت، ما طلب کردم، فقال النبی صلی الله علیه و سلم من هذا، میگه رسول الله گفت کیست؟ فقلت انا. پشت دروازه البته رسول الله خواسته این برش گفته کیست؟ وقتی در پشت دروازه کس نمیباشه پرسان میگه کیست در پشت دروازه؟ من هستم.
میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فخرج و هو یقول انا یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از انا گفتن از این خفه شد. خب بگو نامت، من فلانی هستم، نام فلانی هست، من فلان شما رو کار دارم. اما یکی میگه انا من چی میفهم که انا تو کی هستی؟ مستم. از این خاطر این یک بی‌ادبی هست در پشت دروازه و این بی‌ادبی هست عیناً در موبایل. بسیاری کسا شناختی، چرا نشناختی؟ نمبر مرا ثبت نکردی؟ بخیالم بد نظر تو نیست. او برادر موبایل که یک موبایل کونی خدا زده است که این از 100 نفر 80 نفر زیاد ثبت نمیکنه. حالا من چقدر نفر ثبت کرده برو که نام تو را بگیرم، نام از و بازی کارا را میکنی. از این خاطر اینمی بی‌ادبی بسیار کلان است که مردم در تلفن در حرج قرار میده. ششمی چی است؟ مراعات وضعیت جانب مقابل و التماس عذر بر از او. برای یک کسی زنگ میزنی، یک کسی در تشناب است، یک کسی در یک مجلس است، یک کسی مریض است، یک کسی در حلقه درس است، یک کسی در سر خطبه هست، یک کسی در وقت نماز خواندن است. یک مرتبه وقتی که زنگ زدی زیاد دیگه او رو برش جنجال زیاد پیش نکن و اگر برات جواب نگفت عذرش بپذیر، برش یک عذر پیدا بکو که حتما بیچاره کدام مشکل داشته یا فلانی داشته. این اصلا باز یک دفعه تلفنش جواب که نگفتی در سر نماز خود زنگ میزنه، باز میگی گل کرد، باز زنگ میزنه، باز گل میکنه. او برادر خب بفهم که وقت نماز است. نیست من از فلانی ولایت گپ میزنم، خاص فلانی ولایت هم اگه گپ میزنی بفهم که مثلا این وقت در کابل وقتی چی است، وقت نماز شام است یا وقت نماز خفتن است، اینجا شروع کردن میری. از این خاطر این ادب موبایل است که انسان مسلمان جانب مقابله عذرش برشی کنه. شاید مریض باشه، شاید یک جای باشه که بر از او اجازه جواب گفتن در موبایل نباشه. دیگه چی است؟ از آداب مسجد چی است؟ بند نمودن موبایل. از آداب موبایل چی است؟ که باید انسان وقتی که داخل مسجد میشه در دروازه مسجد موبایل خدا چی کنه؟ بسته بکنه. خصوصا در بعضی جایی که میری بسیاری در بسیاری جایی که بری مثلا 1000 نفر شیشه یک دفعه صدای موبایل نمیاد. در بعضی جایی که بری، یک روز این مسجد بلخشی من نماز خواندم، یک نفر در این پالویم است، این مکمل 4 رکعت نماز دیگر ما یک خواندن بود، بی شیرین زیر گل امیر در موبایل خود مانه بود خواندم، باز خواندم میرم دیار توبه ایم داد از نماز خواندن نفل خشم. یک بسیاری وقتا ما تیر میشم میگمش که بازو کاکاگک برابر نشن کل نماز به خواندن. اول گذاشتن موسیقی در این موبایل، باز در مسجد وقتی که یک کس سیر میخوره، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت سیر خام بخوری، پیاز بخوری، نباید بی‌ادبی بکنین در مسجد. باید آداب مسجد رو بفهمین. در مسجد باید اگر بوتکای بوی میته بسیاری وقتا سجده میکنی، در جای سجده که سل میکنی استفراغت میگیره. چرا؟ جانب مقابل چی کرده؟ جانب مقابل که بوتای گنده و پایای گنده خود داخل مسجد آمده. رسول الله صلی میگه سیر که خورد سیر خام بیاد، اگر بوی سیر قدر بسیار زشت نیست، بعضی جا بعدش میاد، بعضی جا بعدش نمیاد، لکن میگه میره باید داخل مسجد نشی، پیاز نخوری، این پایش چینه. و این موبایل و زنگای موبایل که تمام فکر و هوش و همه چیز انسان میبره. از این خاطر ادبی است که انسان مسلمان وقتی که در مسجد داخل میشه به خاطر احترام به مسجد، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که شعائر الله را، این مسجد شعیره از شعائر الله است، قرآن شعیره از شعائر الله است، احادیث شعائر از شعائر الله هستند، علمای اسلام شعیره از شعائر اسلام هستند. بسیاری کسا خوب خود دیندار میگیرن، باز وقتی که در تعظیم شعائر الله کامد در مسجد بسیار بی تفاوت است. بسیاری جوانا را سعی که کالای خوب خود در مسجد میه، همون زیر پوشی خود داخل مسجد میه. این بسیار بی‌ادبی بسیار بزرگ است که در مسجد در پیش سرش وقتی که نماز میخونی تمام عورت از این کشف میشه. از این خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که در مسجد میرفتن عطر میزدن، لباسهای پاک میپوشیدن، خدا آراسته میکردن. چرا؟ نماز ملاقات است با خالق متعال. تو که در مقابل الله استاد میشه، اولی الله اکبر وقتی که میگی به الله نیاز میکنی، اللهم باعد بیننا و بین خطایانا، پروردگارا بینی و بین خطایای، در بین ما و در بین گناهام به الله گپ میزنی، نیاز میکنی. سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. هشتم چی است؟ بند نمودن موبایل در مجالس علم، مجالس اکابر. یار باور بکنید ما عزیز اینمی کسایی که در حلقات درس ما هست آنقدر از پیش از یا خسته میشیم، آنقدر خسته میشیم که در درس قرآن برشان تفسیر درس میدی، حدیث درس میدی، قرآن درس میدی، ترنگ 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 از اون صدای موبایل می باز از دیگه می باز خدا کپک میکنه، آیات قرآن قطع میکنه، حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله قطع میکنه و باز مبرایه، باز لقبات باز میگه میشینه،
باز چند دقیقه بعد باز قطع میکنه. بناهن در مجالسی که خصوصا مجالس علما و اتراک باشه، در مجالس درس باشه و تعلیم باشه، ادب موبایلی است که انسان موبایل خود قطع بکنه. حداقل در تلفن‌هایی که بسیار ضروری باشه باز میتونه که تو حلقه درس قطع بکنه. یک وقت من از صنف میبرم، یک صنفی ما نماینده صنفی یک افریقایی بود. من رفتم گفتم امروز من یک جای کار دارم. گفت چی کار داری؟ گفتم عندي شغل مهم. گفت الدرس هو الاهم. گفت کیف تترك الاهم بالمهم؟ اگه کار تو مهم از درس ازو کنه اهمیتش بیشتر است، تو چرا این درس چی میکنی؟ اینال بسیاری وقتا سعی کنیم در خطبه تشویش، بسیاری وقتا خوب آمادگی میگیری که ما برم در مسجد یک خطبه بگویم. وقتی که سهل میکنی که یک نفر صاحب فاجعه کشیده میره، یک 60 دفعه خدا خود آواز بده، دیگر سعی کنی که موبایلش 10 دفعه میاد، دیگر دفعه سعی کنی از دیگر خواندن میاد، آخر میگی چه قسم حالت است. خلاص دعا میکنی میگی بیادر برازی بانشان خودشان میفهمه و کارشان میفهمه. نهمش مراعات امانت مجلس است. حال یک مجلس که است المجالس و امانه. مجالس چی است؟ امانت است. چه قسم است؟ مکتش ما میخوایم گپ بزنم یا یک کسی هست برام زنگ بزنه، صدای موبایل باید پخش باشه. به خاطر یک کسی هست یک مشکل فامیلی داره و او رو بین تو و بین خود داره، نمیخوای که کل مجلس خبر کنه. این صدای موبایل بلند میمانه، تمام گپای از رو کلگی بلند میشنوه. او بیچاره رسوای عام خاص میکنه. از این خاطر در مجالسی که عام است باید صدای موبایل پخش باشه، نه با صدای بلندگوی باید بزنی. المجالس امانه، هر مجلس امانت است. حتی در موبایل یک کس گپ میزنه، ما بسیاری وقتا یک کسی بسیار سوالای دقیق مربوط به فامیلش میشه، مربوط به خانمش میشه، مربوط به خواهرش میشه، مربوط به سرنوشتش میشه. این حال ما حق نداریم که ما گپ پذیره بخیزیم بر کل مردم مثلا ایره رسوا کنیم و بیاب بکنیم و یا بلندگوی بلند بانیم یا یگان تا دیگه از پالی چشته بازه گوش خدا بالا گرفتن. چی هست؟ یک کسی خط نوشته میکرد، نم خط خود این خط نوشته میکرد، یکی دیگه خطش خوانده میرفت. آخر دم خط خودش کرد که برادر عزیز اگر در پالیم یک آدم احمق نمی بود که ادب خط نوشته کردن یاد نمی داشت، اگر همین نمی بود من برای یگان گپای خاصی داشتم که بگویم. از این خاطر یک احمق بیشعور پالیم شیشته و از خاطر وی من احمق گفتی بیشعور گفت از چی فهمیدی؟ همین که خط کس دیگه ناقی خوانده میری، نمی احمق بیشعور است. دهمی ادب مراعات حدود شرعی در فرستادن مسیج. حالا وقتی که ما شما یک مسیج یا یک پیام بر یک کس روان میکنیم، در اینجا باید حدود شریعت الله را مراعات بکنیم. آیا اجازه میده شریعت الله؟ یک روز یک کسی بر من نوشته کرد که استاد چند دقیقه بعد برات یک حدیث میفرستم. من منتظر بودم که البته شاید کدام حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستم. چرا پیش ما و شما وقتی که میگه حدیث میفرستم در زبان دری ما و شما با عربی گپ نمیزنیم که بگیم حدیث در لغت سخن گفتن میگه. وقتی که میگه حدیث برات میفرستم میگه که حتما این کدام حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستم. چند دقیقه بعد سعی کنید که یک دانه فکایی فرستم. این توهین است و تحقیر شعائر الله. از این خاطر بسیاری کسا به خاطر توهین شعائر الله کافر میشه، از دایره دین خارج میشه. من برش گفتم برادر با اینمی کار تو توهین به مقدسات کردی، چرا حدیث از شاعر الله هست. بعضی کسا هست سر ملاها که بیکار شش سر ملاها فکایی گفته میره. ملا کی هست؟ از طرف میگه وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که علما ورثه الانبیا میگه خودت هم میگی و هم قناعت داری، باز که بیکار شش سر کی فکایی گفته میری؟ والا یک ملا سر تخم ششته بود، یک ملا نصرالدین اوت بود، مال فلانی بود. این اصلا مچم از کجای انگلیس ها اترا آوردن رواج دادن و تمام روز این فکایی ها را گفتن. پس و لئن سألتهم الله متعال میگه اگر پیش از اینا با سوال بکنی از کسایی که کلمات کفری میگن، سر ملا فکایی میگن، سر عالم دین فکایی میگن، در مجلسشان رشخندی هست، سر آیات قرآن فکایی میگن، سر احادیث رشخندی میکنن. باز ولا ان سألتهم لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب. ما خود یک فکایی میگفتیم، یک مزاح میکردیم، یک تبخوشی میکردیم، میخواستیم یک شما خنده بکنیم. الله متعال میگه که قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. شما بعد از ایمانتان کافر شدید. این حال بسیاری کسا هست که توسط این مسیج ها، توسط ارسال از این مسیج ها کافر میشن و بسیاری کسا وقتی که یک نفر یک سخن کفری را میگه بازی او را اوکی میکنن. بله راست گفتی،
او رشخند میزنه سر اسلام، رشخند میزنه سر احکام شریعت اسلامی و این بازو را میگه که بله راست گفتی، بسیار خوبش گفتی، خوب کردی که می مولا را خوب توهین کردی، تحقیر کردی. و این گپا صاحب باز در موبایل ها بسیار زیاد است. از این خاطر انسان مسلمان کوشش بکنه که در مسیج و نوشته کردن مسیج چی کنه؟ مسیجش باید ذکر الله باشه، موعظه باشه، دین باشه، گپ حق باشه. 11 چی است؟ نگهداری زبان از دروغ. در موبایل دروغ خیلی و بسیاری مردم عادی شده. الکاذب عدو الله، دروغگوی دشمن الله هست. و یک انسان دروغ میگه تا که پیش الله در جمله کاذبین و دروغگویا نوشته میشه. از کجا میشه؟ خب بسیاری کسا فکر میکنه که وقتی در موبایل در پالیت شیشته روان هستیم، مثلا از کوتی سنگی در پیش سیلو رسیدیم و اون نفر برش زنگ میزنه و خوب ماشاءالله آدم دیندار هم هست و خوب ادعای ایمانداری هم میکنه. در موبایل برازو چی میگه؟ در کجا هستی؟ میگه سر من خود چی هستم؟ کارتینو. دروغ است. دروغ است. اگر در موبایل هم دروغ بگی ملائکه برات نوشته میکنه. از این خاطر ادب موبایل نمی هست که وقتی انسان که از گپ میزنه صادق و راستگوی باشه. تو کس از خانه نمیکشه. من صرف در فلانی جای هستم و این اکثرا مردم ببینی امیج از این پوانتون حرکت کنی، اگر تا دیمزنگ رسیده باشه هر کسی که در موبایل میبره باسون سهیلان میگه قرار لق سون سهیل داره، باز چی میگه؟ خار کیم تقا پول خشتی سره وره کوکی پول خشتی خود دلتا نده وروره پول خشتی خال تا 1 کیلومتر پاتی ده هم تو دروغ کی حسابی تو خود کاذب سی. اینال 12 تاکید صحت نمبر است. بعضی کسا است همین نمبر تک زدن میره، متوجه نیست که من این مسیج برای کی روان میکنم یا برای کی زنگ میزنم. اول زنگ میزنم خوب یک 10 دفعه پرسانت میکنه که کی هستی چی هستی. من تو اصلا تو باید خودت معرفی کنی، زنگ از شما زدی نه کی هستی نامت چی است. خوب یک 5 دقیقه 10 دقیقه گپ زدم میره، باز از او والا ببخشید من کسری. از این خاطر ادب موبایلی است که انسان کسری که کار داره تاکید عمود صحت نمبرش میکنه. 13 مراعات طبیعت جانب مقابل است. بعضی اوقات بعضی گپا هست شاید تو جوان هستی برای یک جوان دیگه یک مسیج روان میکنی، او با این مسیج تو خوشحال میشه، اما وقتی که تو برای یک عالم روان میکنی، برای یک ریش سفید روان میکنی، برای پدرت روان میکنی، برای ازیا روان میکنی، یگان تا بچه را بگوی که پیشری پدرت سیگرت میکشی، چرا نمیکشم؟ چطور پیشی پدرت سیگرت میره؟ حالا تانگ تیل خود نیست که در میگیره خود سیگرت میدنم، سیگرت خود مردم پیش تانگ تیل نمیگیره. این حال وقتی که انسان که هست، وقتی بعضی گپایی که هست تو جوان هستی برای از جوان دیگه یک گپ گفته میتونی، اما این درست نیست برای هر کس بگویی. یک گپ مثلا برای فامیل خود، برای خانم خود گفته میتونی، اما با یک دختر نامحرم گفته نمیتونی، برای یک زن نامحرم گفته نمیتونی. یک گپ خودت میتونی مثلا به یک عضو خانواده بگویی، اما این را عام برای مردم گفته نمیتونی. از این خاطر انسان مسلمانی است، از آداب و موبایل امی است که طبیعت جانب مقابل خدا بفهمه که کی هست وقتی که من برای این گپ میزنم چه قسم سخنایی را میگم. 14 است که وقتی انکار و نهی از منکر نبودن، وقتی که یک منکر کسی برات روان میکنه فوراً باید برای او بفهمانی که برادر این منکر است، این ناروا است، این حرام است. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر. شما ببینید اینجا الله متعال میگه لا تأمرن، تأمرو تو امر میکنی، لام که هست لا تأمرن، اینا لجی چی میشه؟ لام تأکید است و 2 تا نون در آخر است، نون ثقیله هست، یعنی 3 دفعه است که حتما باید شما امر به چی بکنین؟ و معروف بکنین. ولا تنهون عن المنکر، حتما امی قسم که امر بالمعروف میکنی نهی از منکر بکنی. لام تأکید است، تنها ولا تنهون نه، لام توکید اول یک دفعه تاکید در زبان عربی یعنی یک حرف معنای یک کلمه را میده. لام حتما، نون حتما، نون دیگر 2 تا نون است دیگر، یعنی حتما باید نهی از منکر بکنید. اینا اگر کس بر تو مسیج روان میکنه و تو خود دیندارم میگی و نمازخوانم میگی و سر از او انکار نمیکنی، پس برش نمیگی کار غلطه کردی، در حقیقت او را تایید کردی و او را تشویق کردی و خودت هم در حرام داخل میشه. 15 چی است؟ مراعات ادب مجالس علمی و بزرگان.
وقتی که انسان در یک مجلس علمی میشینه، در یک درسی از قرآن است، در یک درسی از سنت است، در یک مجلس است که بزرگاش است، در اینجا بعضی کسا را سید کنه که موبایلش چالان است و اونجا مثلا در موبایل خود مشغول است. اینجا یه ادب نیست. حتی ذهن از او چی میکنه؟ ذهن از او خراب میکنه و زنگای رنگارنگ از میه. و 16ام ادب چی است؟ حفظ حرمت مساجد و اماکنی که انسان مثلا جای عبادت است. وقتی در مسجد انسان میه، مسجد شرایط و احکام خاص خود داره. مسجد چرا بیت من بیوت الله میگه خانه الله است؟ به خاطر که الله این شرف داده. وقتی که در مسجد شرف داده، الله برش داده، عزت داده، عبادت عزیز، از این خاطر انسان باید همین حرمت مساجد حفظ بکنه و از موبایل هایی که در بین از زنگاه هست و خواندنا هست و یا هست از یا مثلا بسیار ادب چی است که باید از این مراعات مساجد شه. و عبدهمش مراعات حالت مردم در شفاخانه و موترا هست. بعضی اوقات یک کسی در شفاخانه هست مریض است و یک کسی میبینی که چیخ زدن میره، دیگه هم تو گپ زدن میره، باز تینگ 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 باز میره، باز گپ زدن. بعضی اوقات در یگان موتر میشینی در پشت سرت یک نفر شیشته از همینجا تا شار که میری مغزایت در میره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.